إن تتأمل في القرآن تعد بهدايا الرحمن قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان. يا مؤمن أقليل عندك أن توصف بالإيمان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. خدمت همه بزرگواران، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. باز هم همه شما عزیزان و بزرگواران را به برنامه ندای ایمان خوش آمدید میگویم. باز هم در آیه از آیات دیگر قرار داریم که الله سبحانه و تعالی من و تو مسلمان را مخاطب می کند و این آیه مبارکه این را می خواهد به ما بفهماند که ای اهل ایمان، این دنیایی که شما می بینید و در این دنیایی که شما زندگی می کنید، این دنیا با همه ناز و نعمتش در مقابل نعمتهای آخرت قلیل و اندک هست. این دنیایی که چقدر شیرینی ها دارد، لذت ها دارد و چقدر عیش ها و نوش ها و فراز ها دارد، همه زندگی دنیا با همه خوشی ها و زیبایی ها و لذت هایش در مقابل آخرت قلیل و اندک هست. میفرماید یا ایها الذین آمنو، ای اهل ایمان، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله. چی شده شما را؟ اذا قیل لکم، زمانی که گفته بشه برای شما انفروا فی سبیل الله، بیرون شوید به جهاد در راه الله سبحانه و تعالی، ولی چه کار میکنید؟ اثاقلتم الی الارض، خود را میچسبانید در زمین، یعنی سست میشوید و بدون حرکت میمانید، یا اینکه از این به غفلت میروید. چگونه؟ یعنی خود را در زمین میچسبانید و زمین را انتخاب میکنید و حرکت نمیکنید. این به خاطر چیست که شما جهاد را ترک میکنید؟ آیا میدانید فضایل جهاد را؟ آیا میدانید مقام مجاهد را؟ آیا میدانید مقام شهدا را؟ این آیه مبارکه میخواد اهل ایمان را، آنهایی که گرفتار دنیا شدن، فریفته دنیا شدن، مسلمان هست فریفته دنیا شده، مسلمان هست غفلت دامنگیرش شده، مسلمان هست گرفتار هوا و هوس شده، مسلمان هست دنیا او را فریب داده، آخرت را فراموش کرده، یا از جهاد وقتی که میشنوه خود را به زمین میچسبانه، تنبل میشه، سست میشه. چی چیز شما را سست میکنه؟ چی چیز شما را در جای شما در زمین قرار میده که به جهاد نمیروید؟ اثاقلتم الى الارض ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخره. این دنیا اندک هست، این سرمایه‌ای که شما میبینید چیزی نیست، این زیبایی ظاهری دنیا را که شما میبینید این چیزی نیست، این قصرهای مجللی که شما دیدید این چیزی نیست. پس متوجه باشید که آخرت خیلی مهمتر و بزرگتر، سرای جاویدان هست. هیچ عاقلی نیست که بیای یک شیء بی ارزش قبول بکنه و شیء با ارزش رها بکنه.
اگر دو چیز کنار هم قرار داده بشه، خیلی مهمه. اگر دو چیز کنار هم قرار داده شد، یک شی با ارزش و یک شی بی ارزش، اگر کسی آمد شیء بی ارزش انتخاب کرد و رفت، این را عاقل میدانن؟ چنین کسی عاقل نیست. انسانی که دنیا را نسبت به آخرت ترجیح بده، این ما نمیتونیم درست و صحیح عاقل بگیم. قرآن اهل ایمان را مخاطب میکنه که ای مسلمان، تو معامله با الله کردی، تو بنده الله شدی، امت محمد رسول الله شدی، پیرو قرآن شدی، حالا دیگه نباید هم و غم تو دنیا باشه و آخرت را فراموش کنی. و چنین هم نیست که بعضی دوستا از این دیگه استفاده و دیگه تعبیری بکنن، کل دنیا را ترک کنن و جای دیگری برن و بالاخره در غار کوهی بنشینن بگن که ما آخرت را انتخاب. چنین هم نیست. میگه آنچه که جای علت است، آنچه که جای علت است دنیا پرستی است، نه دنیا داری. انسان مسلمان باید دنیا پرست نباشه. مسلمان یعنی خدا پرست، الله پرست، یکتا پرست، نه دنیا پرست. اگر انسان دنیا پرست شد، اونجا مشکل پیدا میشه. پس آیه دیگر الله سبحانه تعالی ما رو متوجه میسازه که ای اهل ایمان، شما را این دنیا سست نکنه، جهاد را فراموش نکنید. آیه دیگر میفرماید مایه برای اهل ایمان اهل دنیا رو معرفی کنه. چه اشخاصی دنیا را دوست داشتن و دوست دارن؟ میفرماید یا ایها الذین آمنو، ای اهل ایمان، ای مسلمان. ای مسلمان، چی کسی در دنیا حریص هست برای تو معرفی کنم؟ قرآن میگه یا ایها الذین آمنو ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل الله. بسیار، ان کثیرا من الاحبار، از یهودی ها، حتی از علمای یهود، من الاحبار والرهبان، از علمای نصارا. یعنی این مسئله دنیا جمع کردن از رای اموال الناس بالباطل، این کار یهوده، کار نصارای. اینهاین که حریص به دنیاین، اینهاین که هم و غم اینا دنیا هست. حریصترین انسانهایی که دوست دارن زندگی کنن در دنیا یهود هستن. تو میبینی حریصترین مردم یهودن که دوست دارن که 1000 سال هم در دنیا اینها بیاین و زندگی کنن و باشن، هنوز هم دنیا و زندگی دوست دارن. ولی زندگی تو مسلمان حیات ابدی، سرای تو مسلمان سرای جاویدان، جای تو مسلمان جنت الفردوس، جنت النعیم، نعمتهای بهشت در روز قیامت زیر سایه عرش، در بهشت دیدار پروردگار. همه اینها برای اهل ایمان هست. پس برای اهل ایمان نمیزیبد که فریفته دنیا شود، به خاطر دنیای فانی، به خاطر دنیای فانی از پدر و از برادر و از قوم و از خیش و از برادران مسلمان خود خلاصه در دنیا به انزوا قرار گرفته باشد. به خاطر دنیای فانی برادر مسلمان خود را آزرده کند، خانواده را آزرده کند، فرزند خود را آزرده کند، پدر خود را آزرده کند. این دنیا اینقدر ارزش ندارد. و ما الحیات الدنیا الا لهو و لعب. لهو و لعب هست. و ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یک چیز فریبنده هست. اگر از این دنیا به نفع آخرت خود کسی استفاده کنه، این دنیا خیر گفته شده، زیبا گفته شده. اگر به نفع دین از این دنیا استفاده نشد، این دنیا همان دنیای میشه که جای انسان را در جهنم قرار میدهد. الله سبحانه و تعالی برای همه ما توفیق بده که دنیا را چی بدانیم؟ دنیا را فقط یک
وسیله بدانیم که ما را به مقصد ما برسانه. دنیا یک وسیله هست که به وسیله دنیا ما در دنیا طاعت و عبادت الله سبحانه و تعالی را داشته باشیم، اوامر الله را بجا کنیم، نواهی را ترک کنیم، سرمایه داریم، سرمایه گذاری کنیم برای خود در آخرت تا سرفراز و سربلند بشیم. این دنیا یک وسیله‌ایه که ما را انتقال میده. اگر از این خوب استفاده کردیم ما را درست و صحیح به بهشت میبره. اگر خدای نخواسته درست استفاده نشد، از راه حرام و رشوت و سود و از راههای بالاخره بدبختی دیگر به دست آمد و برای بدبختی مصرف شد. دنیایی میشه که انسان و صاحب خود را به طرف جهنم میبره. الله سبحانه و تعالی محبت دنیا را از دلهای ما بیرون بگردانه. خدای تبارک و تعالی بر ما توفیق بده که محبت الله، محبت رسول الله و محبت جهاد در راه الله سبحانه و تعالی را همیشه در دل داشته باشیم. تا برنامه بعد شما را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. إن تتأمل في القرآن تعد بهدايا الرحمن قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان. يا مؤمن أقليل عندك أن توصف بالإيمان.